hello, 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 hello. هلو بچه خیلی وقت بود لایو نذاشته بودم. من تا حالا باشگاه رو از نزدیک با چشام ندیده بودم. امروز ویدیوی تبلیغاتی ویدیوی بازدید میخواستم بگیرم از یکی از شعبه های باشگاه. بعد مجبور شدم که بیام داخل باشگاه. بعد گفتم یه ترپمیلم برم ببینم چه شکلیه ترپمیلش، چون دارم تو کوستاریکا قدم میزنم با ترپمیله و دیگه باحاله. این جلو دارم فیلم میبینم، بعد دارم توی اون طبیعت کنار آب قدم میزنم، بعد هوای همونجا هم به هم میخوره. الان براتون نشون میدم. این آقا دارم اینجا را میرم، بعد تهویه هوای همونجا داره به هم میخوره. باشگاه نمیرم من اگه کسخلم با این کلم باشگاه برم. باشگاه نمیرم، فقط اومدم یه بازدیدی داشتم از یک شعبه های یه باشگاهی برای یه ویدیویی. بعد سر همین فقط اومدم که فقط خواستم این چیزش رو امتحان کنم، چون لب ساحل داره قدم میزنه، فقط خواستم امتحانش کنم ترپمیل رو، وگرنه توی زندگیم ورزش نکردم و نمی کنمم، قول میدم. آره بعد آره چرا ورزش رو شروع نمی کنی؟ چون نیازی ندارم. ورزشکارا زود میمیرن. نه با ورزشکار کاری ندارم. ورزشکارا بیکارن، وقت زیاد دارن، میتونن ورزش کنن. من نه اینکه وقت نداشته باشم، حوصله‌شو ندارم. دوستم دختر من نرم باشه، نباید صفر باشه که. آره سر همین الان دارم کنار آب اینجا قدم میزنم توی این ویدیو. آره خسته شدم. نوشته 4-5 دقیقه است دارم از همین موقعی که لایو زدم دارم فقط میگم. بعد هیچی دیگه استوپش میکنیم. شد 4 دقیقه و 50 ثانیه. خیلیه برام، سرم گیج رفت اصلا. تو زندگیم ورزش نکردم چون مثلا که تلفن ندارم. هیچی خدافظ. آره خلاصه که خواستم ببینم چه شکلیه اینجا. یه چند تا ویدیو هم دارم مثلا میگیرم. بازدید داریم امروز از این شعبه این چیز. خانومه چه چیزیه. آره خواستم که آره بذارم یه لحظه. وا کی میاد توی اینجا چیز کنه لایک بذاره؟ هیچی دیگه. من نیازی به باشگاه ندارم. خلاصه که
فقط اومدیم یه امتحانی بکنم، یه نگاه بکنم، یه ویدیویی بگیرم. آره خواستم یه لایو کوتاه هم بگیرم چون خیلی وقت بود لایو گرفته بودم و خیلی ها از بچه ها پی ام میدادن، جدید بودن نمیشناختن منو، پی ام میدادن که این پیج خودت، این فلانه بساره، نمیدونستم پیج خودمه. گفتم یه لایو ریزم بگیرم که مشخص بشه. آره خوشحال شدم لایو گرفتم، خیلی وقت بود لایو نگرفته بودم. خودتون باشین. من اصلا ورزش نمی کنم. آره لایو همو سیف کنم. کجا بذارم یه لحظه بچه ها؟ اینا چیه؟ اینا چیه دیگه؟ چه غلطی میکنن با این چیز میزن با اینا؟ این چیه؟ چرا میاد پایین تر؟ نمیدونم اینا چیه. آره خب دیگه زیادی از این توپا هم داره. کی میاد تو باشگاه از این توپا برداره؟ خدایی نمیدونم. خب نظر ناموسن خیلی خوبه. چی؟ آقا من برم ویدیو بگیرم. چوسی خدافظ. خدافظ. دلم نمیاد قطع کنم اصلا، فقط میخوام خودم نگاه کنم. خدافظ.